نیروگاه آبی برقی در کوچه چرمگران پایان شهر کولاب که آن را یک صاحبکار محلی در سال 2006 در عرفه جشن 2700 سالگی کولاب از حساب سرمایه خصوصیش بنیاد کرده بود، همگی 3 هفته نیروی برق تولید کرد و بعداً از کار ماند. ساکنان کوچه چرمگران پایان میگویند که آن 3 هفته تأمین فراوان برق را همچون یک خاطرات شیرین تا حال در یاد دارند. سوز کردن یک 3 هفته برق با ما داده شد. بعد 3 هفته سبب نرسیدن آب حساب خط کرد. باید برق شروع بود. 12 شروع میرسید. به قول مسئولان شرکت دولتی برق تاجیک، نیروگاه 11 خانواده کوچه چرمگران پایان را بدون مشکل با برق تأمین میکرد، اما وقتی خانه 12 را به این شبکه پیوست کردند، نیروگاه از کار ماند. مقامات شبکه برق کولاب میگویند که این تنها یک مشکل نبود. این گس از طرف اون فرما سوختگی بود. وقتی که استفاده برداشت نتونست با شبکه برق شهر کولاب سپردش در بالانس برق توزیع بود. با توانایی 200 کیلووات همین موتوری خود گس است. وقتی که اون شهر را که برق میتن زوری هم گس نرسید، آبش هم کمتر است. اوغانبوری همین گس با طلبا جواب نیست. ای سربند اومدگی اما کارهای سیمنت شوری و کارهای چی را بیرون نکردن برای همین آب همین بلندی با پستی رفته. ای دو طرف هم ای طرف برق ندادن، هم ای طرف همین اوغانبوری که آب میاد با گس میدوره، اما آب با که بلندی قطعی میاد که زیاده 20 متر بلندی، همین آب با خواجگی و در اومدن حالا رهبریت برق تاجیک در شهر کولاب تصمیم دارند که این نیروگاه خرد برقی را به منطقه دیگر، منطقه جوابگوی معیارهای جغرافی و ذخیره کافی آب کوچ دهند. تاجیکستان دارای ذخیره بزرگ آب و امکان تولید مقدار زیادی نیروی برق است، اما در فصل زمستان مجبور است لیمیت شدید تأمین نیروی برق را جاری کند. بنا به اطلاع برق تاجیک، طی یک برنامه ویژه حکومت تاجیکستان سالهای اخیر با کمک مالی سازمانهای مالیوی جهان و سرمایه‌داران داخلی حدود 300 نیروگاه خرد ساخته شد، ولی شمار زیادی این نیروگاه‌ها فعالیت چشمگیر ندارند.